این درخچه‌های رز دیگه واقعا باور نکردنی. میتونی خیلی راحت گیاه یشم تو که یه پایه خیلی قوی و محکمه تبدیلش کنی به یه درخچه بی‌نظیر از هر رنگ گل رز که خودت دلت خواست. برای انجام دادن این کارم اصلا نیاز به مهارت خاصی نداری. همونطور که مشاهده می‌کنی طبق تصویر از هر رنگ گل رز که خوشتون میومد یه قلمه 10-15 سانتی جدا میکنید و میارید پیوند میزنید روی این تنه. دوستان این پیوند خیلی زود میگیره، فقط حتما قیچی یا تیغی که استفاده میکنید ازش رو قبل از انجام کار با شعله آتیش ضد عفونی بکنید. هر کجای ایران که هستی مرسی که با لایک قشنگت بهم انرژی میدی. نکته مهمش اینه که بعد از اینکه قلمه ها رو تو جای پیوند قرار دادی گلهاش رو میچینی، چرا که گیاه بیشتر انرژیش رو صرف ریشه دووندن اون قلمه ها بکنه و زودتر کارت بگیره. برای تامین رطوبتش هم میتونی از یک کیسه یا یک نایلون پلاستیکی استفاده بکنی تا خیلی زود یه درخچه بی‌نظیر از رنگ‌های مختلف رز داشته باشی.